یک آقای دکتری هست ژاپنی به نام دکتر ماسارو ایموتو. آقای ایموتو حدود 10,000 آزمایش بر روی آب انجام داده. ایشون معتقده که آب یه موقع‌های رفتار کریستالی از خودش نشون میده و نمایش مولکول‌های آب در فرم کریستالی زمانی انجام میشه که آب یخ زده باشه. یعنی شما شکل کریستالی مولکول آب رو مثل کریستال‌های لوستر زمانی میتونین ببینید که آب یخ زده. ایشون حدود 10,000 آزمایش انجام میده. آبهای مختلف رو در معرض آزمایش‌های مختلف قرار میده. بلافاصله آب رو منجمد میکنه، مولکول‌های آب رو زیر میکروسکوپ میذاره و نظاره میکنه. تمام مجامع فیزیک و زیستشناسی دنیا هم امروز آزمایش‌های دکتر ایموتو رو پذیرفتند و این آقا روزی نیست که در گوشه از دنیا سمیناری رو در این رابطه ارائه ندهد. آقای ایموتو میگه آب یه پیام مهمی برای ما دارد. پیام آب اینه که باید نگاه عمیق و ژرفی به خودمون بندازیم. آب در واقع آینه ماست. او میگه نه تنها شکل ظاهری آب با توجه به محیطی که در او قرار میگیرد تفاوت میکنه، یعنی آب رو اگه شما توی کاسه بریزین یا لیوان بریزین یا پارچ بریزین شکل ظاهری آب فرق میکند، خودش رو هم شکل با ظرف خودش میکنه. میگه نه تنها شکل ظاهری آب منطبق بر شرایط پیرامونی است بلکه شکل مولکولی آب هم منطبق بر شرایط پیرامونی است.